شرکت خدمات زراعتی هنگ باستان زمین، اولین و بزرگترین شرکت زراعتی در بخش کشت تخم، غرس نهال، خرید و فروش محصولات و بزرگترین شرکت صادرکننده هنگ به خارج از کشور می باشد. شرکت خدمات زراعتی هنگ باستان زمین با مدیریت کادر مجرب و با داشتن نیروی کاری متخصص تمام افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. ما با اراده کامل اسلامی و انسانی متعهد هستیم که توسط متخصصان بخش زراعت کشت هنگ را در تمام ولایات و روستاها بیشتر از پیش ترویج دهیم. با ما بمانید. و اینجا تخم‌ها را که ما آوردیم اینا را به حساب نهالی پاش میتیم و تنها شرکت هنگ باستان زمین در بودجه شخصی خود همی 1.5 تن تخم تاجیکی را سرمایه گذاری نمودن در ولایت قندهار و فصل از اینا هم کی از فعلا کم مانده و اینا کی هستن فصل از این تقریبا در 15 میزان شروع میشه تا آخر هوده اینا وقتش است فصلش است یعنی سیزنش است که هر مشتری که خواسته باشن میتوانن از هر جای خریداری کنن متوجه باشن یک چیز خراب و یک چیز بدل نهال یا تخم از این دسترشان نخوره. هنگ یا انقوزه از جمله گیاهان دارویی و تجارتی بوده که بخش بزرگ آن در صنعت داروسازی به کار می رود. به صورت عموم 30 گونه متفاوت هنگ در بستر طبیعت کشور عزیز ما افغانستان موجود است. از جمله مشهورترین آنها هنگ سفید، هنگ سرخ و هنگ چایر می باشد. هنگ سفید از لحاظ طبی و اقتصادی در بالاترین سطح قرار دارد. قابل ذکر است که هنگ سفید از گذشته‌های دور در بستر طبیعت کشور عزیز ما افغانستان موجود است، ولی متاسفانه از سالهای گذشته بدین سو در کوه‌ها و دشت‌های افغانستان توسط افراد غیر مسلکی برداشت صورت گرفته که باعث انقراض نسل هنگ سفید از بستر طبیعت افغانستان شده است. مزایای کشت هنگ: هنگ از جمله با ارزش‌ترین گیاهان در سطح جهان محسوب می‌گردد. هنگ از لحاظ اقتصادی در سطح بالاتر از دیگر گیاهان قرار دارد. میتوان هنگ را از لحاظ درآمد بدیل تریاک بشماریم. هر گونه ضروریات مالی با کشت هنگ و برداشت هنگ مرفوع می‌گردد. کشت و برداشت هنگ ساده است و سود بیشتر دارد. زه خبر شوم چې دلته دا شرکت باستان زمین راغلی دی. زه خپله 3-4 جریبم ځکه ما دغه کړې ده دا تیاره کړې ده چې دغه 300 کیلو تخم زه پکې وپاشم او دا خو ډېرې پیسې جوړوي. دا 300 کیلو ځکه منه په لکوی پیسې جوړوي. Berga biza 1 tun kavrayli tuxumini, anqo'zani tuxumini sarmoyaguzorlik qilgan shirkat Bo'ston Zamin o'z budjasidan Berga viloyati Qandahor, Ulusvoli, Shovolikot, Qariyay so'zniga sherga biza shuni tuxum qilib yekib to'xtatib pilla. Xo'p. جنبه اقتصادی داره و هم زراعتی داره. یک بدیل بسیار خوب و مؤثر و مفید بدیل کوکنار است که جاگزین شده میتونه، چون کوکنار هم خودش حرام است و هم از لحاظ اجتماعی بسیار به افراد آسیب رسانده. حیثیتش، اخلاقش، شخصیتش و خانواده‌اش تمامش گرفته کسایی که معتاد شدن استفاده میکنن. متاسفانه به کشت حرام کسایی که دست میزنن اونا هم از گناهی کبیره خالی نیستند. به خاطر که اونا هم نجات پیدا کنن از این گناه و اینکه جامعه محافظت شده باشه، کشت هنگ ما بهتر درشان می‌دونیم توصیه می‌کنیم، چرا که هنگ میتونه خودش هم از لحاظ اقتصادی بسیار یک مسئولیت و مفاد زیاد را داره که حاصل از این حدود 200 کیلوگرم شیره هنگ در یک جریب زمین است. هنگ در تمام افغانستان قابل کشت است، در کوه‌ها، دشت‌ها، باغ‌ها و باغچه‌ها. هنگ قابلیت کشت در زمین‌های آبی و دایمه را دارا می باشد. مزارع هنگ به مراقبت جدی نیاز ندارد. از یخزدگی در سرما و آفات زراعتی در امان است. در هر جریب مزارع هنگ بالاتر از 200 کیلوگرم شیره هنگ حاصل می شود. در این زمینات که شما مشاهده میکنین از بیرون میبینید و در اینجا تخم پاش میتن اینا و دیگه اینجا اینا به حساب شاخمالی هستن و این کرداره کلش تخم پاش دادن به دمی سیستم باز اینا شاخماله میشن. یک مالی سبکتر کش میشه برای اینا و در اینجا فعلا حالت تخم پاش دادن است و کارگرای شرکت هنگ باستان زمین
امید خدا سال چهارمش است. خب این امره کار کردیم به تشویق دوستان و سمنگان و ایسوسو برای ما تشویق کرد. این امره انشالله ما کار کردیم این حال در جوزا. خب این ما برادر کان میکنیم در سرطان به امید خدا. این چی ما شیرش میگیریم ماشاءالله تا مای میزام و عقربه. خب بعد از او بخیر بازی را ما پس همی کان کردگی ما را گور میکنیم آینده با سبز میکنیم. یعنی 10 برابری تریاک ماشاءالله مواد مخدری برای ما کار میتم. ممانعه میز دولت هم که میای اینجا دوره میکنه ما را تشویق میکنه. اینمی نهالای هنگ است شما مشاهده میکنیم از نزدیک. تقریبا یک 24000 یا 40000 نهال تعدادش بسیار دور است. بله کلایشان نهال کشت کردگی هستند. نهالای هنگ است مبتا رسیدگی هستند اینا. فعلا رسیده است. کندای از این میبینید شما شاخهای از این بسیار کلان هستند. فقط تقریبا دستی بیل واری است. بله کندی از این قطی روب واری میه. روب واری است. ممتا کندی از این هر چقدر کلانتر باشه شیره زیادتر میته براتون. اگر با شکل پیاله باشه او هم صحیح است. هر چقدر که شما مراقبت جدی داشته باشین کندی از این کلانتر شد باز همو قشیر زیاد شما گرفته میتونید. توصیه برای دهاقین و مشتاقان کشت هنگ. هنگ از لحاظ کیفیت، رنگ، بو و ارزش اقتصادی انواع گوناگون دارد و هنگ سفید که به هنگ تاجیکی نیز شهرت دارد از هر لحاظ در سطح بالاتر قرار می گیرد. امروزه افراد استفاده جو بیرون از چوکات قواعد وزارت زراعت افغانستان در مناطق مختلف کشور بازار سیاه برای فروش محصولات بی‌کیفیت خویش ایجاد کردند. شرکت خدمات زراعتی هنگ باستان زمین برای دهاقین و مشتاقان کشت هنگ توصیه می نماید که از بازار سیاه هنگ دوری کنند. گونه های هنگ از لحاظ ظاهری با هم شباهت های زیادی دارند و جز افراد مسلکی و متخصص دیگران قادر به تشخیص هنگ با کیفیت را با هنگ بی کیفیت ندارند. در بازارهای سیاه تخم‌های مخلوطی یعنی وطنی، ایرانی، قزاقی، قرقیزی و انواع چیر هنگ سرخ را زیر نام هنگ سفید یا هنگ تاجیکی به فروش می‌رسانند. و نهال اخلي پکار دی تاسو تخم پکار دی هر شي چې پکار دی تاسو متوجه اوسئ او خشه واخلي داسې نشه خدای نه خسته تاسو ډوکې ورکې خلک نهال غواړي تخم غواړي دغه شرکت هنگ بوستان زمین تاسو خدمات کې دی 24 ساعته هر ولایت کې اوسئ صرف یو پیام واستوي واتس اپ مرکزی نمبر ته تاسو ته نهال او تخم هر شي تاسو ته آماده کیږي حاضر کیږي په خیر سره اوس افغانستان کې خطور بازار ډیر دی خلک دلته هر قسم نهالونه هر قسم تخمونه راولي خلک مشتریان ته خرڅي هغه خو به اعتبار شلو مونږ تاسو بیا کوشش وکړو یو اعتبار مطمئن شرکت نه مونږه خریداری وکړو. بنابراین در صورت علاقمندی به کشت هنگ با آدرس‌های معتبر ذیل مراجعه کنید. دفتر مرکزی کابل شهر نو پهلوی اتصالات مرکزی میرویس پلازا. شماره تماس 0744 744 308. مزار شریف روبروی برج غضنفر. شماره تماس 070 441 65 65. شبرغان مارکت مخدوم قلی فراغی. شماره تماس 0783 200 899. سرپل مارکت تجارتی سخی ظاهرزاده. شماره تماس 070 541 65 65. فاریاب مارکت صرافی بابر. شماره تماس 070 241 65 65. قندهار مارکت شاروالی کهنه. شماره تماس 0703 41 65 65. هرات جاده بهزاد شماره 8. شماره تماس 070 741 65 65. غزنی مارکت غزنوی. شماره تماس 070 641 65 65. تخار بندر فرخار مارکت جهان نما. شماره تماس خدمات ما فروش تخم و نهال‌های اصلاح شده هنگ سفید تاجیکی، کشت و برداشت هنگ مشتریان توسط افراد مسلکی ما، آموزش کشت و برداشت هنگ برای دهاقین به صورت علمی و فنی، نظارت مستقیم از ساحه کار هنگ، با دسترس قرار دادن وسایل شیره برداری برای دهاقین، مشاوره رایگان و دائمی برای دهاقین، خرید محصولات از نزد مشتریان با نرخ خوب، ارائه هر گونه خدمات زراعتی در راستای ترویج کشت هنگ در تمام نقاط افغانستان.
با ما در رشد و شکوفایی میهن همگام باشید.